فریادهای کافکا گویی از اعماق ضمیر مردم قرن ما و نظام بی انتقام امروز برمیخیزد و شکنجه های روان و اضطراب ها، دلهره ها و ترس هایی را که ناگفتنی است در زیر نیشخندهای رعش آور نمایش میدهد. کافکا در حقیقت نمایشگر دنیای فلک زده و مخلوقات عاصی قرن ما و ناامیدی بشر در مقابل پوچی دنیاست. از این روست که روز به روز وی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. کافکا. ایرانی هایی که مال کالچر خودم وقت تو هستیم و اومدیم اینجا، حکم گلدون های شمدونی داریم که با ریشه تو گلدونمون در آوردنمون توی یک گلدون دیگه ای گذاشتن که فاصله ریشه ما تا جدار گلدون، جدار واقعی گلدون، فرسنگ ها فاصله داره و این بادی که این بین میاد و این زمانی که میگذره تا برسیم به جدار گلدون فعلی ممکنه ریشه هامونو خشک کنیم. دو نوع مهاجرت داریم، مهاجرت بالاجبار داریم، مهاجرت خودخواسته داریم. اگر خودخواسته باشه مثل نسلی که بعد از 2000 میلینیوم از ایران داره میاد اینجا، اینا همه سرمایه گذاری دارن، پول دارن، میان اینجا و زندگی اینجاشون رو تأمین میکنن و کل بر این جامعه نیستن. ولی نسلی که بالاجبار فرار کنه و ریفیوجی و یا پناهنده بشه، این رو مهاجر اسمش رو نمیتونیم بذاریم. این نسلی است که تبعید کرده، یا خودش رو تبعید کرده و یا اینکه به زور تبعیدش کردن. به هر دو صورت ما باید جدا کنیم مسئله مهاجرت رو با پناهندگی. پناهندگی تن دادن به تمام ناهنجاری های ناجور هر جامعه‌ای که به آن پناهنده میشه. اسم اولم ایرج، فامیلم عماد خراسانی و فوتوژورنالیست در تبعید، چون دوست داشتم توی سرزمین و وطنمون باشم ولی نشد، بنابراین اینجا. هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگری است. 22 سالی که من توی این سرزمین نورس آمریکا یا آمریکای شمالی ام، هر لحظه و هر آن، حتی در اردیبهشت ما، من بوی گونهای گردماهی‌های توچال رو حس میکنم و بنابراین من همیشه اونجام، ولی فیزیکی جسمم اینجاست. سالی که از ایران اومدم بیرون، منظورتون اینه، فکر میکنم برابر فوریه 1986 که اومدم بیرون، ولی خب تا رسیدم اینجا تقریبا دسامبر 1986 بود. این سال و ماهیه که به یادم مونده، البته سن بالاست و مموری ممکنه زیاد کار نکنه درست. توی چند تا نشریه اینجا هم خب کار میکردم، هم خبرنگاری میکردم هم مقاله نویسی میکردم. میم آشناها رو دوباره شروع کرده بودم به نوشتن. یه آدمی که هی دوست داره بنویسه، یه عمری نوشته، جایی نیست که بنویسه، خب چیکار کنم؟ این ور اون ور. بالاخره از دوستان بسیار مهربان و عزیز و با شخصیت که خود شما جزوش بودی کمک کردن و یه وبلاگ برای ما درست شد و من دیگه تو وبلاگ هم می‌نویسم. اولم نوشتم نویسنده و یا روزنامه نویس بدون روزنامه، مثل آوازخونه بدون صداست. عرض کنم که نمونه کارها، یکی از دو تا الان سه تا کار در دسته که بد نیست، اینو تو پراگ با صدای خود من اجرا شده سالهای پیش. یکیش یک قسمت خیلی کمی از کتاب شیطان و خدا، اثر فناناپذیر ژان پل سارتر، میگه که
این خلأ که بالای سر ما میبینی این خداست، این شکاف در را میبینی این خداست، این حفره توی زمین را میبینی این هم خداست. سکوت خداست، نیستی خداست، خدا تنهایی انسان است. فقط من وجود داشتم، من به تنهایی تصمیم به بدی گرفتم، من به تنهایی خوبی را اختراع کردم، من بودم که تقلب کردم، من بودم که معجزه کردم، منم که امروز خود را متهم می کنم، تنها منم که می توانم خود را تبرئه کنم. من انسان. رژیم چه بشه چه نشه من همیشه اونجام، اما دوست دارم برای نسل آینده و نسلی که الان توی داخل آتش در ایران مونده انقلاب نه ولی حکومتی به وجود بیاد که به دموکراسی اعتقاد داشته باشه و انسان رو قبول داشته باشه به جای یه چیزهایی که غیر قابل لمسه. امیدوارم که یک روزی هممون اگر هم نبودم روحم به سوی ایران و به سوی کوهستان‌ها، خیابون‌ها و مردم خودمون برگردیم.